این بی‌رحم‌ترین ژنرالیه که دنیا به خودش دیده. به ژنرال دستور داده میشه برای فتح کشور مصر از فرانسه به خاورمیانه سفر کنه و ارتش مصر رو به خاک و خون بکشه. بعد از پیروزی بر ارتش مصر، ژنرال اونقدر به خودش مغرور میشه که با کودتا پادشاهی فرانسه رو تصاحب میکنه و تصمیم میگیره همزمان با ارتش روسیه و اتریش درگیر بشه. اما این بار در مقابل چنین ارتش بزرگی از یه تاکتیک جنگی هوشمندانه و مرگبار استفاده میکنه. اون دشمن رو به روی یه دریاچه یخزده میکشونه و ناگهان حالا فهمیدی چرا